آسیه، این امکان نداره. اونا بدون اطلاع من از مهر و امضام استفاده کردن. من هیچ ربطی به این قضیه توقیف اموال ندارم. چطور میتونی باور کنی من همچین ظلمی در حقت کرده باشم؟ منم باورم نمیشد، ولی همه چی مشخصه. چیزی که اینجا واضحه اینه که من این کارو نکردم، ولی به راحتی میشه فهمید که کار کیه. اون مردی که ساواش پشت این ماجراست. باور کن من اصلا از این ماجرا خبر ندارم. آسیه همیشه به خاطر اعتماد کردن به تو اشتباه کرده، ولی این بار کارت غیر قابل بخششه. من حرف ایگیتو باور میکنم. تو چی آسیه؟ تو هم حرف منو باور میکنی؟ ایگیتی که من میشناسم حتی به دشمنشم همچین خیانتی نمیکنه، چه برسه به من. پس باور میکنی؟ باور نمیکنم. همونطور که تو باورم نکردی. گفتم ولم کنین. من مادرشم، لطفاً بذارین برم. خانم محترم لطفاً آروم باشید. خانم محترم چیز مهمی نیست، فقط یه عمل کوچیکه. خانم محترم لطفاً بریم بیرون. سلما دکتر، مریض داره خون ریزی میکنه. نه ولم کنین. دخترمو کشتین. خانم لطفاً. سلما گفتم ولم کنین. شما دخترمو کشتین قاتلا. جلوتر یه ایست بازرسیه. داداش بیا فرار کنیم داداش. احمقه که فرار کنی پلیس میفته دنبالمون. صدای زنه رو خفه کن. ببینید من فقط یه آرایشگری سادم، با من چی کار دارین؟ خفه شو زن، خفه شو. حرف نزن، آروم باش. جیغ نزن. روزخوش؟ گواهی نامه و کارت ماشین. همین الان. آروم باش. بفرمایید. ممنون. سر صدا نکن، سر صدا نکن. بابا لطفاً جواب گوشی تو بده. خدایا اتفاقی واسه مامانم نیفته لطفاً. آسیه، حتی اگه از هم جدا شده باشیم چطور میتونی باور کنه که من همچین کاری باهات بکنم؟ من نمیدونم چی رو باید باور کنم. ایگیتی که من میشناسم هیچ وقت قضاوتم نمی کرد. ولی چی شد؟ اشتباه کردم. اومدم پیشت، گفتم گوش کن، گفتم همه چی رو فراموش کن. تو چی کار کردی؟ اجازه دادی غرورت برنده بشه. تو چشم نگاه نکردی، همه چی رو یادت رفت. شایدم همه این کارا رو به خاطر انتقام گرفتن از من انجام دادی. آسیه، چطور میتونی فکر کنی من بخوام ازت انتقام بگیرم؟ بسته دیگه، بسته. بیا از اینجا برو بیرون.
الان میرم، ولی اون آدمو پیدا میکنم. تو هم بابت تک تک حرفایی که بهم زدی پشیمون میشی. من خودم مهره یه گیت پای برگه توقیف زدم مامان. هیچ زنی نمیتونه مردی که انقدر پست شده باشه که اموال خونش رو ضبط کنه رو دوست داشته باشه. اگه موفق بشی آسیه از ایگیت متنفر میشه. متنفر میشه مامان، متنفر میشه. اونقدر متنفر میشه که دیگه حتی نتونه تو چشماش نگاه کنه. اگه بفهمن کار تو بوده چی؟ نگران نباش مامان، هیچ رد پایی نذاشتن. چیزی وجود نداره که یگیت بتونه ثابتش کنه. آفرین پسرم، همیشه از قبل همینجوری فکر همه جاشو بکن. مامان من میرم بیمارستان تا ببینم یگیت بیچاره توی چایی که توش افتاده چطور عذاب میکشه. فعلا مامان جون. فعلا عزیزم. وقتی تو نبودی این خونه سوت و کور بود. یعنی باید میرفتم تا که قدرمو بدونی ملی؟ آدما ارزش چیزی که دارن و بعد از اینکه از دستش میدن میفهمن. حق با توی فرایه. ما قبلا چقدر خانواده خوشبختی بودیم. حالا که بچه هامون نیستن میفهمم چقدر با ارزش بودن. ممنون. یه جوری حرف میزنی انگار رفتن اون سر دنیا. ملی، ایگیت با اینکه همه چی داره ولی خوشحال نیست. تو اون خونه با یه اجاق سرد چی کار کنه؟ دلت واسش نمیسوزه؟ چرا میسوزه؟ اما نمیتونم کاری که با من کرده و ببخشم. ملی، ما یه پدر و مادریم، نمیتونیم بچه هامونو نبخشیم. برو با ایگیت حرف بزن، ازش بخوا برگرده لطفاً. خیلی خوب، فقط به خاطر تو با یگیت حرف بزنم. عزیزم خیلی ممنون. بفرمایید. ولم کنین، شماها قاتلین. ولم کنین، ولم کنین، دارین دخترمو میکشین. ولم کنین. سلما دخترم. بذارین برم. خانم محترم لطفاً آروم باشین. ببینین این خونریزی به خاطر سرمه دخترتون به هوش میاد. ما هنوز سقط و شروع نکرده بودیم. شروع نکرده بودی؟ نه نکرده بودیم. ولم کنین. مامان چطوری اومدی اینجا؟ ببخشید میشه ما رو تنها بذارین؟ چطوری فرار کرد؟ ببخشید میشه ما رو 5 دقیقه تنها بذارین؟ بعدش میرم. لطفا. یالا بچه ها بریم بیرون. ممنونم. من این کارو به خاطر تو کردم. خیلی میترسیدم بلایی سر خودت بیاری. تو با ارزش‌ترین دارایی من تو این دنیایی. از زندان فرار کردم چون نگرانت بودم. چی؟ مامان چی کار کردی؟ فرار کردم. مجبور بودم. باید جلوی سقطو میگرفتم سلما. سقط انجام نشده؟ نه نشده. مامان چرا جلوشو گرفتی؟ چرا؟
من داشتم سعی میکردم گندی که زدم و درستش کنم. مگه تو هم همینو نمیخواستی؟ خسته نباشین اوستا. اوه جانان، جانان من، خوش اومدی. میبینم از وقتی پسرزاییت اومده اینجا خیلی زیاد به ما سر میزنی. نه شکی، یکم غذا تو خونه داشتم، گفتم که بیارمش اینجا. میگم فواد، ما مدیون توییم. ما ببین از این به بعد نهار به عهده جانان خانومه. وای بی خیال شد که این حرفا چیه دیگه؟ بابا تو رو خدا یه کاری کن. مامانمو دزدیدن بابا جون، دزدیدن. چی؟ دزدیدن؟ لطفاً یه کاری کن بابا. مامانمو نجات بده لطفاً. باورم نمیشه. جناب سروان مشکلی هست؟ معاینه فنی ماشین انجام نشده. نه، از مشغله کاری وقت نکردم، ولی قول میدم به زودی انجامش بدم. اگه تا بررسی بعدی انجامش نداده باشی ماشین توقیف میشه. جناب سروان به زودی انجامش میدم. خیلی ازتون ممنونم. روزتون بخیر. خفه شو، پلیس صداتو نمیشنوه. ولم کن. هر چقدر میخوای جیغ بزن، پلیس صداتو نمیشنوه. صدای زنه رو خفه کن، داره میره رو اعصابم. خفه شو، گفتم خفه شو. فقط ساکت باش زن. بهت میگم خفه شو، ساکت. رو رو ببین، جوری رفتار میکنه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بسه ارجان، بسه دیگه. آسیه رو بیشتر از این ناراحت نکن. بله داداش. باشه، آدرس واسم بفرست. باشه، باید برم سراغ یه مشتری. آسیا نگران نباشی، یه جوری اون وسایلو پس میگیریم. باشه؟ اصلا میتونی پیش ما بمونی، نظر چیه؟ باشه. ممنونم ارجان. آسیه، خودت اعصاب نده. نمیتونم اینطوری ببینمت دوست عزیزم. خدا رو شکر حالمون خوبه. دوباره وسیله میخریم. واسه یه وسایلی که بردن ناراحت نیستم. ندیدی ایگیت چی گفت؟ اون منو میسوزونه. تو این کارو کردی مگه نه؟ این چیزا فقط به ذهن تو میرسه. این چیه؟ واقعا داری میپرسی؟ تو مثلا داشتی به یه بچه مریض کمک میکردی. به خاطر هزینه‌ها به اسم من حکم توقیف اموال برای آسیه فرستادی. تو این کارو کردی. بهم بگو چطور تونستی؟ چطور تونستی اون حکمو به اسم من بفرستی؟ پسر کی این کارو کرده؟ کی این بلا رو سر ما آورده؟ کی زنمو دزدیده؟ ببین کی زوالمو دزدیده؟ نمیدونم بابا. یهو دیدم مامانو کشون میبرن. سعی کردم بهشون برسم ولی نشد. تو رو خدا بابا، مامانمو نجات بده. ازت خواهش میکنم نذار بهش آسیبی بزنه. زال من کجاست؟ هر کسی که زالو دزدیده تقاص کارشو پس میده. من به حساب همشون میرسم.
فواد، ممکنه که طلبکارات این کارو کرده باشن؟ بهشون گفتم که تو مغازه شریکشون کردم. طبیعتا اونام ولش کن، به من کاری نداشته باشن، واسه مهم نیست. احمق عوضی، خیلی بد شد، واقعا بد شد. مامان عزیزم، مامان جون، مامان چقدر دلم برات تنگ شده بود. باید بیشتر قایمکی می اومدم دیدن. مامان خیلی خوشحالم که اومدی. خونه بدون تو غیر قابل تحمله. بابا تحملش سخته. میدونم، ولی بابات امروز خیلی مهربون بود. انقدر ازم تعریف کرد که نگو اصلا باورت نمیشه. ظاهرا اونم دلش تنگ شده. همینطوره. بیا واسه جشن برگشتن دخترت واسه یه کیک شکلاتی خوشمزه درست میکنه. تو و کیک شکلاتی؟ ای بابا، مامان جون نگو که تو هم باورت نمیشه. دخترم برام کیک میخواد درست کنه. حتی اگه بدمزم باشه میخورم. آسیه خوبی؟ زمرد، من اون لحظه که عصبانی بودم زیاده روی نکردم. آسیه، ما تو پرورشگاه بزرگ شدیم. حتی اونجا فرش هم نداشتیم. حالا هم واسه خودمون یه خونه ساختیم. ولی وضعیتمون رو ببین، دوباره بی خونه شدیم. شاید قسمتمون اینه هان. شاید یه روزی پولدار بشیم، خیلی پولدار. شاید بعد از این قدر چیزایی که داریم ما بدونیم. نه، متاسفم آسیه، ولی این حرفا برای همون پرورشگاهه. من دیگه زندگی اونطوری نمیبینم. میرم هر کسی که این بلا رو سر ما آورده رو پیدا میکنم. زمرد کجا داری میری؟ وایستا. بیمارستان. وایستا، منم میام. چطور تونستی به اسم من حکم توقیف بفرستی؟ ایگیت آروم باش، دستتو از رو من بردار. بر نمیدارم. میخوای چیکار کنی؟ به هم بگو چیکار میخوای بکنی؟ اینجا چه خبره؟ ایگیت دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم. این مردی که پاش از گلیمش دراز سر کرده به اسم من واسه آسیه حکم توقیف اموال فرستاده. پس تو اون همه خطر رو به خاطر من به جون خریدی و فرار کردی؟ دختر قشنگم، تو با ارزشترین چیز تو زندگیمی. تو عزیزترین منی، به خاطر تو اومدم. مامان من بدون تو خیلی ضعیفم. لطفاً دیگه هیچ وقت منو تنها نذار. تنهات نمیذارم، ولی امروز باید تا ساعت 5 برسم زندان. سلما نرو مامان، خواهش میکنم نرو. چیزی نمونده. از اون سوراخ موش میام بیرون و دیگه هیچ وقت تنهات نمیذارم. امیدوارم مامان. بیا از اینجا بریم. زحل من کجاست؟ باید به پلیس زنگ بزنم. همین الان باید به پلیس زنگ بزنم. تو تونستی شماره پلاکو برداری یا نه؟ نه بابا، نتونستم. این کیا؟ جواب بده. الو آقا شفکی؟
بله، شما کی هستین؟ این که من کی هستم به تو ربطی نداره. فقط گوش کن ببین چی میگم. زنت الان پیش ماست. اگه میخوای دوباره زنده ببینیش 50,000 لیر آماده کن. دوباره زنگ میزنم که بگم پول کجا بیاری. الو زحل، الو. بابا کی بود؟ بابا کی بود؟ یه مردی که بود گفت برای آزادی مامانت 50,000 لیره میخوان. گفتن به پلیس زنگ نزنیم. آخه مردی که من از کجا 50,000 لیر بیارم؟ ها؟ 50,000 لیر چیزی نیست که بتونی همینطوری از رفیق آشنا قرض بگیریش. باید چیکار کنیم؟ یه چیزی بگو جانان. خدایا اگه این پولو جور نکنم و زالا نجات ندم اسم من شفکی نیست. بهتون نشون میدم شفکی کیه. صبر کن شفکی، منم میام. اینو بگیر. دهنشو باز کن. کمک نجاتم بدی. هر چقدر میخوای جیغ بزن، اینجا پرندم پر نمیزن. من با شما چی کار کردم؟ از جونم چی میخوای؟ تو رو خدا بذارین برم. ما از تو چیزی نمیخوایم. ما فقط پول شوهرتو میخوایم. ببینید، ما اونقدر که شما فکر میکنید پولدار نیستیم. شوهرم نمیتونه این پولو جور کنه. باید جور کنه وگرنه جنازتو از اینجا میبرن. کمک! کسی نیست. کمک! لطفاً کمکم کنید. لطفاً کمکم کنید. کمک! دهنشو با چسب کسی ببند. اینجا نیست. کمک کنید لطفاً. کمکم کنید. خفه شو. آقا ملی، این دیگه آخرشه. پسرت منو متهم میکنه که حکم توقیف واسه خونه آسیه فرستادم. فقط تویی که ممکنه همچین کاری بکنه. تو داری اشتباه میکنی. پس هم داری از سواش دفاع میکنی بابا. من احمق نیستم. این آدم کل این بساط رو انداخته تا بین ما فاصله بندازه. هیگیت، داری اشتباه میکنی. من حکم توقیف برای آسیه فرستادم. خدایا، کی همچین برای سر ما آورده؟ بابام چطور این همه پولو جور کنه؟ حتما یه اشتباهی شده. به زودی هر کسی که آبجی زحل رو دزدیده میفهمه که اشتباه کرده و آبجی زحل رو خیلی زود ولش میکنه. امیدوارم حق با تو باشه آبجی جانان. سلیم باید تو همچین وقتایی کنارم باشه. بهش زنگ بزن، شوهرتی. چیه امل؟ سلام سلیم، مامانمو دزدیدن. خیلی بهت احتیاج دارم. چی میگی تو؟ چه دزدیدنی؟ زنگ زدن به بابامو 50,000 لیر خواستن بیا پیشم. به کمکت احتیاج دارم. باشه آروم باش، الان میام. کار خوبی کردی به سلیم زنگ زدی. شاید اون بتونه کمک کنه. چه خبره؟ چی شده؟ دایی، مامانمو دزدیدن.
بابات نسبت به داداشت نرم شده. من راضیش کردم. گفتم برو با یگیت حرف بزن. منم دلم واسه داداشم تنگ شده. امیدوارم برگرده خونه. اگه بابا نسبت به داداشم نرم شده، شاید سلیمو هم ببخشه. نظرت چیه؟ بابات اجازه نمیده، سخت گیره. تو وانیل ریختی توش؟ ریختم. من چی کار کنم مامان جون؟ حتی شما دوتام نتونستین 2 روز بدون هم دووم بیارین. من نمیتونم کسی جز سلیمو دوست داشته باشم. نمیتونم ازش بگذرم. بیا دیگه، قیافه نگیر. یه راهی پیدا میکنیم. مگه بابا دلش میاد ناراحتی تو ببینه؟ امیدوارم مامان. بیا دیگه، قیافه نگیر. دلم واسه دخترم تنگ شده بود. کیکو تموم کن، بعدش با هم دیگه میریم خرید. نظرت چیه؟ آی خیلی خوب میشه مامان. مامان عزیزم. خوب شده، خیلی عالی. چون دختره درست کرده. آفرین عزیزم. دختر قشنگم، تو الان مستقیم میری خونه باشه؟ من باید زود برسم زندان. باشه مامان. ببخشید یه لحظه. بخش قد تو همین ساختمونه؟ نه، بعد از دفتر ریاست ساختمون پشتی طبقه 3. باشه ممنونم. مامان چه خطر بزرگی و به خاطر من به جون خریدی. هیچ وقت نمیتونم این کار تو جبران کنم. از این به بعد هیچ کاری و بی خبر انجام نمیدم. سلما، تو الان مستقیم برو خونه دخترم. با بابات حرف بزن، هر کاری لازمه بکن تا از طلاق منصرف بشه. باشه؟ مواظب خودت باش. باشه مامان، قول میدم بابامو راضی کنم. باشه؟ یالا جونم، زود باش برو. کرشاد، اگه بفهمم داری با من بازی میکنی، روزگارتو سیاه میکنم. اونو همونطور که از این مرا بستیمش. واقعا امیدوارم به سرشماری برسه. اگه نرسه کارش تمومه، تو زندون میپوسه. خدا نکنه. آیسل تا قبل از سرشماری میرسه، وگرنه خیلی بد میشه. امیدوارم. آخه کی ممکن آبجیمو بدزده؟ همه میدونن آدمایی مثل ما پولدار نیستن. حتما یه چیز دیگه پشت این قضیه است. آی مام سردر نمیاری. آقا شفکی، ببینم باز قمار کردی؟ واسه همینه که آبجیمو دزدیدن؟ آره؟ ارجان، به من نپر. اعصابم به اندازه کافی خورده. این قضیه تقصیر من نیست. پس کی آبجیمو دزدید آخه؟ نگه بفهمم کی این کارو کرده میکشمش. ببخشید عزیزم، نمیتونیم بهت غذا بدیم. اگه شوهرت پولا بیاره فردا خونه غذا میخوری. اگه نیارم دیگه به غذا احتیاج پیدا نمیکنی. بابا، من نمیدونم این آدم چطور گولت زده، ولی دیگه بیشتر از این واسش دروغ نگو. نه یگیت، من حکم توقیف رو فرستادم، اما چون تو یه دکتر جراح بودی اسم تو رو زدن. تمامش یه اشتباه بود، بفهم. کاش این آدم این کارو کرده بود. اون وقت اینقدر ناراحت نمی شدم. من دیگه تو رو نمی شناسم. من با الگو قرار دادن تو دکتر شدم. قبلا افتخار می کردم که تو پدرمی، ولی الان خجالت می کشم. خجالت می کشم که تو پدرمی. اینا هنوز روزای خوبتونه. روزی میرسه که شما رو چنان با هم دشمن کنم که یادتون بره با هم پدر و پسری. در هر صورت
حالا که مشخص شد این موضوع ربطی به من نداره، من دیگه مرخص میشم. این مسائل خصوصیه، بهتره من دخالت نکنم. خجالت بکش بابا. نه بسه. پدرت جلوت وایساده، اینو بفهم. پدرت درست حرف بزن. کجا غیبت زد؟ اوف کرشاد. آیسل زود باش بیا. زندگی منو به خطر میندازی؟ من مثل تو نیستم، زندگی بقیه رو به خطر نمیندازم. رفتم آب بگیرم، بیا واسه تو هم آوردم. الان وقت آب خوردنه؟ زندگیم تو خطر، حرکت کن. شت. منو ببین، چطوری میخوای وارد اون سوراخ موش بشی؟ داخل شدن سخته. به حرفم گوش کن، من یه نقشه دارم، باشه تو ماشین توضیح میدم. چه نقشه؟ زود باش بریم. میدونم آقا محمد، این همه پولو یه روزه نمیشه جور کرد. آره حق با شماست. ممنونم. نه، وام گرفتن یه هفته طول میکشه. حالم از باج دادن به هم میخوره. زنگ میزنم پلیس. وایسا، جون آبجیمو به خطر ننداز. دایی، ما اون پولو نمیتونیم پیدا کنیم. بهترین کار اینه به پلیس زنگ بزنیم. ارجان، این بهترین راهه. ما هر کاری که بکنیم خطرناکه. نه، به پلیس زنگ نمیزنیم. شفکی، حق با ارجانه. این آدم ها شوخی بردار نیستن. اگه زحل دزدیدن یعنی حتی آمادن که آدم بکشن. امل؟ چی شد؟ خبری از مامانت نشد؟ 50,000 لیر میخوان. نتونستیم جور کنیم. ممکنه مامانمو بکشن. من پولو میدم. بسه یگیت، من دیگه اصلا تو رو نمیشناسم. پسری که من بزرگ کردم اونقدر احمق نیست که زندگیشو به خاطر یه زن خراب کنه. عاشق شدن حماقت نیست بابا. دیگه حالم از بازیات به هم میخوره. دیگه بسه. میدونم بابا، مشکل تو اون چندی که وسیله تو خونه آسیه نیست. همه این کارا رو میکنی که منو از آسیه جدا کنی. ولی تموم شد. ما از هم جدا شدیم. دیگه دست از سر اون بردار. اگه از آسیه جدا شدی، پس چرا هنوز داری به خاطر اون جلوی من وای میستی؟ چون در حق آسیه بی‌عدالتی شده و منم همیشه جلوی بی‌عدالتی وای میستم. اگه اینقدر طاقت بی‌عدالتی رو نداری، پس اول از حق سلما زنت دفاع کن. سلما خیلی با آسیه ضربه زده. ممکنه از آسیه جدا شده باشن، ولی این واقعیتو که سلما رو طلاق میدن تغییر نمیده. بازم آسیه، همه‌اش آسیه. نمیفهمی که به خاطر اون همه چیز تو از دست دادی؟ ای کاش همه چیز از دست میدادم، ولی هنوز آسیه رو داشتم. وقتی به تو نگاه میکنم بیشتر میفهمم آسیه چقدر با ارزشه. پسر تو کی هستی که میخوای به من صدقه بدی؟ زر بزن! بابا صبر کن، سوء تفاهم شده. مگه این کار چه بدی داره؟ اون دامادته، میخواد بهت کمک کنه. همین. من به کمک هیچ خری احتیاج ندارم، مخصوصا از طرف آدمی مثل اون. هیچ کمکی نمیخوام. وای خدای من. خودم اون پولو جور میکنم. به شرفم قسم میخورم که جورش میکنم.
چرا انقدر ساکتی ها؟ داری نقشه میکشی آره؟ به من نگاه کن. بهتره دعا کنی شوهرت پولو بیاره، وگرنه با زندگی خداحافظی باید بکنی. بیچاره. خیلی خوب، نقشه‌ای که گفتی منطقیه. کمک میکنم. ببین آیسل، دوباره به من محتاج شدی. امیدوارم درس عبرت گرفته باشی. گوش کن کرشاد، فکر نکن چون توی سختی ازت کمک خواستم بهت وابستم. یادت نره من هنوز رئیس توام و هرچی بگم انجام میدی. من نوکرت نیستم آیسل. مراقب حرف زدنت باش. نذار از کوره در برم. باید تا ساعت 5 برسم زندان. این یه دستوره. تو هیچ وقت عوض نمیشی نه آیسل. من همون آدمم که به خاطر تو چند سال توی زندان پوسید. مثل نوکر با من رفتار نکن. چند بار بهت بگم هر کار میخوای بکن، فقط برو. گم شو بیرون. برو بیرون. کی باهات این کارو کرده آبجی عظیمه؟ تموم صبح داشتم فکر میکردم کجایی؟ صبر کن، دستمو باز کن. صبر کن. آیسل که داشت فرار میکرد منو اینجا حبس کرد. آیسل فرار کرد؟ آره، زنی که یه احمق. صبر کن، آروم باش. وایستا، صبر کن. افتاد تو چنگم، الان میدونم باهاش چی کار کنم. لعنتی، اینا رو چقدر محکم بستن. اوه 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 اوه. نمیتونم بمونم. میرم از بچه‌های ایستگاه تاکسی قرض بگیرم. سلیم، واقعا به خاطر رفتار تند بابام بعد از پیشنهادت متاسفم. خیلی عصبانیه، نمیفهمه چی میگه. تو ناراحت نشو. اشکال نداره. اگه چیزی لازم داشتی دوباره به هم بگو. نشد تو رو ببرم یه رستوران شیک‌دار؟ اونجا چی کار میکردیم شفکی؟ تا وقتی کنار تو هم با نون خشکم سیر میشم. آخ ظالمه. خیلی خوشحالم که تو همسرمی. خیلی خوشحالم که زنم شدی. تو همه چیز منی شفکی. خیلی دوست دارم. منم دوست دارم زحل. زحل من، اگه من تو رو از دست اون عوضی ها نجات ندم اسمم عوض میکنم. میذارم از این شهر میرم اصلا. دهنم خشک شده پسر. یه چایی چیزی بردار بیار. باشه داداش. آفرین، ساکت بمون. خودتو اذیت کنی که چیزی عوض نمیشه.
تو داری این صداها رو در میاری؟ نه. بی خودی تقلا نکن. نمیتونی از اینجا فرار کنی. اون چایی چی شد؟ زود باش بیارش دیگه. بگو بدهیمون هر چقدر باشه میدیم. این چه وضعیه؟ میریزن تو خونمون و وسایلمون رو میبرن. میفهمم کار کیه. زمرد وایسا. اول با ایگیت حرف بزنیم، شاید واقعیت رو فهمیده باشه. دیگه صبرم تموم شده آسیه. خودم میرم سراغش. ای بابا ببخشید. حسابداری کجاست؟ انتهای راه رو 2 طبقه پایین تر. باشه ممنون. زمرد الان عصبانی، آروم باش. اونجا هم آبروریزی میکنی. خیلی خوب، تو دخالت نکن، برو. اصلا به حرفم گوش نمیدی زمرد. آسیه، تو باز اینجا چی کار میکنی؟ چرا اومدی اینجا؟ را بیافت، باید از اینجا بری. زود باش. داری چی کار میکنی؟ یالا. ببین کرشاد، تو منو بهتر از همه درک میکنی. واسه همین میتونم باهات رک باشم. ما تو این راه هم سفریم. ببین، اگه یه وقتی اذیتت کردم معذرت میخوام. لطفاً کمکم کن. حالا شد. درست حرف بزنی به چیزی که میخوای میرسی. کمکت میکنم. جوری برات میگردانم توی اون زندون که اصلاً هیچکی نفهمه. اگه آیسل برنگرده اون زن لوش میده. آره، منم از همین میترسم. امیدوارم آیسل قبل از سرشماری برگرده. امیدوارم. چیزی نمونده تا کار آیسل رو تموم کنم. بهش نشون میدم در افتادن با من یعنی چی. سرشماری نزدیکه، ببینم به موقع میرسه یا نه. اون زن تا آخر عمرش رنگ بیرونم نمیبینه. به خاطر تو پسرم که تا به حال حتی یه بارم باش دعوا نکرده بودم، حالا از من متنفره. من پشت اون صورت معصوم شیطان رو میبینم. برای من نقش بازی نکن. جواب بده. تو خوشحالی که خانواده من از هم پاشوندی یا نه؟ آقا ملی، مگه من با شما چی کار کردم؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ برای من نقش بازی نکن. یگیت شاید باور کنه، اما من نه. من امثال تو رو میشناسم. فکر کردی نمیفهمم تو دنبال چی هستی ها؟ تو دنبال بیمارستانی، دنبال ویله ها و پولی. تو یه پول پرسته طمعکاری. از وقتی وارد زندگی ما شدی بدبختی ولمون نکرد. چرا؟ جواب بده. دارید اذیتم میکنید. من اون کسی که فکر میکنید نیستم. لطفاً بهم تهمت نزنید. از زندگی ما گم شو، برو بیرون. بسته دیگه. آقا ملی، بابا اون پولو جور کن، مامانمو نجات بده. اون حتما خیلی ترسیده. امیل جون، گریه کردن چیزی رو حل نمی کنه. بیا برو صورتتو بشور. برو. فواد، نباید به اون آدم زنگ بزنی؟ اگه اتفاقی واسه زحل بیفته چی؟ دیوونه شدی. اگه اون مرد نقشه‌ای داشت پیشنهاد کمک دامادش رد میکرد. شف که اون پولو جور میکنه. ولی اگه نتونه چی؟ اون موقع چی میشه؟ قبول، من اصلا از زحل خوشم نمیاد. میخوام خودم رئیس آرایشگاه باشم، ولی نمیخوام به خاطر ما کسی آسیب ببینه. از عذاب وجدان میمیرم. نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم. آبجی جانان، آقا ملی لطفاً، این رفتار اصلا در شأن شما نیست. همه چی به خاطر این لعنتیه. حتی پسر خودم که هیچ وقت صداشو برای من بلند نمیکرد تو اون وایساده. به خاطر این آقا ملی لطفاً ولم کنی. آقا ملی بسه بابا. برو کنار. بابا بسه. دست به آسیه نزن. برو کنار.
داداش تونجای چایی آمده است. داداش تونجای زنه نیست. یعنی چی که نیست؟ رفته فرار کرده. تنابا رو پاره کرده. احمق، چرا درست نبستی؟ برو دنبالش. زود باشم این الان. آبجی جانان خیلی میترسم. اگه مامانم چیزیش بشه چی؟ بدون اون نمیتونم زندگی کنم. وای عزیزم، نگران نباش. هیچ اتفاقی واسه مامانت نمیافته. صحیح و سالم برمیگردی. خدا همیشه هواشو داری. دخترم گریه نکن باشه. اشکاتو پاک کن. من اون پولو جور کردم. این همه پولو از کجا آوردی شفکی؟ آرایشگارا گرا گذاشتم. زحلا نجات میدم. آیسل، من ردیفش میکنم. ببخشید حواسم نبود. اتفاقی پیچیدم جلوی ماشین. داری چی کار میکنی؟ میخوای روز روشن خودتو به کشتن بدی؟ گفتم که معذرت میخوام. خوب شد ترمز گرفتی. عذرخواهی کردم دیگه. ببخشید. آیسل خانم، ببین، به خودت نگاه کن. تو زنی بودی که حتی سوار ماشین حمل زبالم نمی شدی. اگه به حرفم گوش داده بودی با هواپیمای شخصی میفرستادمت. هیچ وقت نگو ببین چی بودن. بگو خدا میدونه چی میشن. آخ آیسل، آخ. صالح یلماز، حاضر. معزز جوشگون، حاضر. عظیم شاهین، حاضر. آیسل پکین. آیسل کجاست؟ اعصاب دل درد داشت. اگه بخواین میتونم برم چک کنم. برو بیارش. بی خودی فرستادیش بره. آیسل تو دستشویی نیست. پس کجاست؟ فرار کرده. دستتا بکش. از این طرفداری میکنی؟ تو چقدر پس شدی بابا؟ زورت به یه زن میرسه؟ تو دخالت نکن. مشکل من با تو نیست. مشکل من با اونه.
اگه از اول سر جای خودش نشونده بودمش این قضیه اینقدر طول نمیکشید. حد خودشو میفهمید و خیلی وقت پیش رفته بود. بابا بسه. نمیخوام به خاطر اینکه پدرمی بهت بی احترامی کنم، ولی دیگه عصبانی میکنی. میخوای چیکار کنی؟ چیکار میکنی؟ ارزششو داری که به خاطر این زن جلوی پدرت وایسی؟ کسی که داری ازش دفاع میکنی یه دختر خیابونیه. بابا بسه. تمومش کن. دیگه حرف نزن. Bir rüzgar geçti